مروریدم چی طور هستی؟ خوش آمدی. خوش باش جانم. جانم رنگ رویت پریده است. چی شد؟ تو از برای دریا غمگین شده ای؟ البته که غمگینم. یگان خبری نو هست؟ بله، بعد جراحی دکتر گفته است که حالش خوب است. جای تشویش نیست. انشالله به زودی چشمانش را میکشاید. خدا را شکر. بگمانم حالا اکای یوز سخت غمگین است. بله همین طور. خنده از رویش تماما گم شده است. بیا گذر. مروریدم یک چیز به تو گویم. دیگر خودت را برای چنین خبرها غمگین نکن. میلش خوب؟ یک لحظه یک چیز میارم. ترررن. این چیست؟ کتی خوب مروریدم. کتی خوب و برای طفلم کتی خوب خریدم. جانم چرا من ایستادم؟ بهترش رفته اون رو درست کنم. فیض‌الله. هی فیض‌الله. بخیر است؟ چی نگاه میکنی؟ چی نگاه داری؟ چی؟ شما نکاح دینی کردید؟ چی طور؟ نه حالا مادر جون نکاح نکردیم. این چطور یعنی؟ خودت نگفتی که او دوست داشته ای دوست؟ گفتم. بعد چی؟ مرد غیر از همسر دوست داشته میتواند مگر؟ خدا مادر جون او را فهمونده لازم. من میفهمونم. میدونید خالای فاطمه من با کشنلی؟ او هیچ گونه کشنلی نیست. باید ترابزان است. کشنلی گفته سرم را گرنگ دارد. برای چی؟ برای آن که کشنلی گفتن به او پسند است. وطنی تو ترابزان است کلبرم. یعنی من و مجاهد حالا در آغازی کار خود هستیم. در آغازی راه هستیم. حالا چی میشود ما نمیدونیم. من میدونم. مادر جان چایتون تمام شد. باز چای میخوای؟ برادر باز یک تا چای دیگر بیار. مادر جان این بامزه است. گیر. این بسیار خوشمزه. به تو پسند میآید. بگو تو چی کاره ای؟ من سرایندم. چی گفت؟ سراینده. در برها همراه دوستانم سرود میخونم. ما گروهی خود را داریم. خوب میشد که شما همراه مجاهد آمده سرودهای مرا گوش میکردید. مگر میشود در این سین و سال به جایهای دلخوشی رفته رقص و بازی کنم؟ چرا چنین میگویید؟ میدونی مادر میریسه مرکز گفت. مرکز از بر کاملا فرق میکند. چی فرق دارد؟ در هر دویش سرود نمیخونن مگر؟ بگمانم بر از مرکز کاملا فرق میکند. مادر جان اینها فرق میکنند. مجاهد تو چی ها گفته ایستاده ای؟ من چی گفتنم رو میدونم. من به دستشویی روم. آنجا حاجت خانه نام دارد. حاجت خانه. اینجاش تمام شد. اینش چیست؟ چه خودم را زیاد عذاب دیم؟ آخر کودک اینجا میخوابد کو. خودم را چنان زیاد غم داده ایستادم که گویا قلب بنیاد کرده باشم. فکر کن فیض‌الله، آخر تو مینه ها رو بی‌ضرر میکنی.
дирӯзакак ман 1 минаро безарар карда будам. Агар ман накунам ки мекунад?